مهاجران توجیک با جمع‌آوری 35 میلیون سومونی دوام 3 ماه اخیر بیش از 15 کیلومتر روی شهرک ادرسمان شهر گورستان یا پیشتر قیروقم را منفرش کردند. پرویز قاسموف تشبثکار این اقدام در صحبت با از پلوس گفت رای مذکور 6 سال باز تعمیر طلب بود و تا این زمان ساکنان در این خصوص بارها به حکومت شهر گورستان و دیگر ساختارهای دخلدار مراجعت کردند ولی به نتیجه انجام یافته است. بالاخره مهاجران منتی و ساکنان شهرک تصمیم گرفتند که پول جمع کرده این راه را ترمیم کنند. بیش از 2000 نفر به این کار خیر همراه شدند و سهم گذاشتند، گفت امصوبت از پلیوس. پرویز قاسموف ذکر کرد که به این اقدام نه تنها ساکنان شهرک ادرسمان بلکه ساکنان دهه های دولانه، قرمزار و ترکان هم سهم خود را گذاشتند. این چنین رئیس نایب باباجان غفورov نصرت الله سلیم زاده 10 دانه لوله که در حوزه عمومیشان 100 متر را تشکیل می‌دهد و یک گوسفند برای بنیادکاران راه داده است. پرویز قاسموف افزود که منفرش کنی 15 کیلومتر روی شهرک ادرسمان 3 ماه طول کشید و نیمه ماه دکبر به انجام رسید. گفتم به مورد است که این اقدام را مهاجران و ساکنان شهر مذکور 3 سال این جانب ادامه می‌دهند. جریان مبلغ جمع کنی توسط گروه مخصوص در واتساپ تأسیس یافته صورت می‌گیرد. در آنجا ما تشکیل کنندگان همه روزه چه مقدار مبلغ جمع کردیم و چقدر خراجات کردیم پورا حسابات میدیم. از این سبب ساکنان و هم مهاجران به ما باور میکنند و مبلغ میفرستند، گفت قاسموف. در عموم دوام 3 سال اخیر 62 کیلومتر راه پورا منفرش گردیده. در سال روان 15 کیلومتر راه درون شهرک و دهها نیز منفرش شده است. پرویز قاسموف و دیگر تشبثکاران تصمیم دارند که این اقدام خیرخواهانه را ادامه میدهند.